بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت محصلین عزیز. امید که همه محصلین جور و صحتمند و سرحال باشن. محصلین عزیز، به ادامه جلسات قبلی که ما بحث خود از جلسات آنلاین شروع کردیم، جلسه قبلی ما شما چپتر اول را تمام کردیم. در چپتر اول موضوعات اینترودکشن بود و همچنان بحث ما به مودهای اکسس پوینت و مودهای بریج ادامه پیدا کرد و بحث ما خود در مودهای اکسس پوینت و بریج تمام کردیم. به ادامه از بحث در چپتر دوم ما میریم روی سازمان‌های استانداردسازی و سازمان‌های مدیریت تنظیم فرکانس‌هایی که ما از او برای ارتباطات استفاده می‌کنیم. همین سازمان‌ها را میریم بررسی می‌کنیم و استانداردهایی که ایجاد شده، اینا مورد بحث ما در چپتر دوم هست. خب بحث خود را از اینجا آغاز می‌کنیم. قرار است که در این چپتر ما بریم رگولاتوری بادی یا همون سازمان‌های تنظیم امورات فرکانس مورد استفاده شبکه‌های بیسیم را بررسی کنیم و استانداردهای که IEEE استاندارد ساخته، استانداردهای IEEE را می‌بینیم، از جمله کانال‌های ISR 2.11 که در شبکه‌های بیسیم استفاده میشه بررسی می‌کنیم که ISR 2.11 یا IEEE ISR 2.11 چی هست و چند کانال داره، چگونه ماضی استفاده می‌کنیم، چگونه استاندارد شده. و می ترتیب وای فای آلیانس هم میریم بررسی می‌کنیم که این اتحادیه وای فای با کدام قواعد کار میکنه و چگونه وای فای استاندارد ساخته. خب همینطوره که شما میفهمین که فرکانس های رادیویی هستند که سیگنال های ما شما را از یک جا به جای دیگه من حیث یک میدیا انتقال میده. پس ما شما باید این را به یک نحو استاندارد استفاده کنیم تا ای که بالای سیگنال های دیگر را تداخل ایجاد نکنه. هر دستگاهی که بخواید همراه یک دستگاه شبکه بیسیم دیگه در ارتباط شوه، باید این دستگاه ها در عین فرکانس ست شوه. یعنی زمانی یک ریسیور میتونه سیگنال دریافت کنه که در عین فرکانسی که فرستنده فرکانس ارسال میکنه، در عین فرکانس در همون تیف رادیو فرکانسی باید قرار بگیره تا اینکه بتونه سیگنال دریافت کنه. و طور مثال ما شما رادیوهای FM که میگیریم، زمانی یک رادیو خاصه میتونیم گوش کنیم تا اینکه ما بریم همون فرکانس رادیو خدا به مو فرکانسی که امو رادیو نشرات داره به اصطلاح تونش بسازیم یا عیار بسازیم تا اینکه ما سیگنال هایش بتونیم دریافت کنیم. خب برای از اینکه ما شما بتونیم یک میتود و یا روش تولید سیگنال، ماجولیشن، کدگذاری مناسب و یکسان، هر دو جهت باید کدگذاری مناسب و یکسانی را داشته باشه، ماجولیشن یکسانی را داشته باشه تا اینکه بتونه امی دو تا نود با همدیگر تبادل دیتا کنه و با همدیگر در ارتباط باشه. بر علاوه از اینکه اینا کدگذاری مناسب انتخاب کنه، ماجولیشن مناسب انتخاب کنه، بعضی از فیچرها و پارامترها هم بین دو تا نود باید چی شوه؟ به تفاهم برسن تا هر دو تا نود با همو پارامترها بتونن با همدیگر کمیونیکیت کنه یا تبادل دیتا کنه و به می ترتیب باید فرکانس انتخاب شود که با فرکانس های همسایه چی نداشته باشه؟ تداخل نداشته باشه یا اینترفیرنس نداشته باشه. خب رگولاتوری بادی یا سازمان‌های تنظیم امورات رادیویی چگونه هست؟ چگونه میتونیم ما از امواج یا از فرکانس هایی که در اختیار ما قرار هست یا ما شما میتونیم از فضا استفاده کنیم؟ یعنی همین قواعد کی ها ساخته و چگونه ما میتونیم از همین فرکانس ها استفاده کنیم؟
کل اسپکترم یا تیف فرکانسی رادیویی که تیف امواجی که ما شما میتونیم سیگنال ها را از او انتشار بدیم و دریافت کنیم، اینا از 3 کیلوهرتز تا به 300 گیگاهرتز مربوط میشه به رادیو کامیونیکیشن. یعنی این محدوده را ما شما میتونیم بگیم که برای امواج رادیویی ما میتونیم از این استفاده کنیم و این امواج رادیویی در همه جا اویلیبل هست، در دسترس هست. ما شما میتونیم در خانه ها، در دفاتر، در تمام محیط و ماحول ما شما از این فرکانس ها را دریافت کنیم، از این فرکانس ها استفاده کنیم. اما چیزی که اینجا مهم هست، ما شما باید یک استفاده درست بکنیم تا اینکه همین فرکانس هایی که ما استفاده میکنیم برای یک منظوری خاص، مثلا یک اکسس پوینت نصب کردیم یا به هر منظور یک شبکه بی سی فعال ساختیم، تداخل با فرکانس های همسایه نداشته باشه. به طور مثال در اینجا آمده که مثلا یکی از ترانسمیترها، یعنی یکی از اکسس پوینت ها که در فرکانس 123.45 میگاهرتز فعالیت داره، زمانی که فعالیت میکنه مثلا یکی از همسایه ها میه بعدن با امی فرکانس چی را فعال میسازه؟ یک ترانسمیتر دیگر را فعال میسازه که در عین فرکانس فعالیت کنه. چون دو تا فرکانس در عین زمان، دو تا فرستنده در عین زمان از یک فرکانس استفاده کنه، بالای همدیگر میتونه تداخل ایجاد کنه، اینترفرنس، پس درست کار نمیکنه. پس به خاطر از اینکه اینمی تداخلات جلوگیری شود، کسی به اصطلاح سیگنال همسایه کسی دیگر را تخریب نکنه و هر کس بتونه درست استفاده کنه از این محدوده رادیو فرکانسی، به می خاطر سازمان های رگولاتوری بادی ها ایجاد شده تا اینکه مدیریت کنه و سازماندهی کنه که کیها چگونه بتونه از فضای رادیو کامیونیکیشن بتونه استفاده کنه بدون از اینکه دیگه سیگنال های کسی دیگه را تخریب کنه. یکی از این سازمان ها ITUR هست که به صورت بین المللی، یعنی فرامرزی در کل دنیا توسط سازمان به نام ITUR، یک سازمان بین المللی هست، اداره میشه، مدیریت میشه، قواعد و قوانین ساخته میشه و تمام کشورها از اینمی ITUR پیروی میکنه. ITU چی هست؟ تلکامیونیکیشن International Telecommunication Union رادیو کامیونیکیشن سکتور، یعنی یک سازمان بین المللی هست برای تلکامیونیکیشن، مخابرات بین المللی و بخش کامیونیکیشن، یعنی سکتور رادیو کامیونیکیشن. فقط در بحث رادیویی این سازمان میتونه که در کل دنیا قواعد بسازه و مدیریت کنه. خب در کل وظیفه رگولاتوری بادی ها همیشه که قواعد بسازه و تصمیم میگیره که کیها چگونه و از کدام رنج به کدام منظور استفاده شود. پس اینا قانون میسازن که کی و به کدام منظور از کدام فرکانس بتونه استفاده کنه. پس فرکانس ها و که کدام فرکانس به کدام منظور استفاده شود کلا توسط این سازمان استاندارد سازی میشه، مدیریت میشه و تعیین میشه و کل کشورها مکلف هستند که از او پیروی کنه. خب تمام کشورها امی تیپ فرکانسی که استفاده میکنه از کی پیروی میکنه؟ از امی سازمان ITUR پیروی میکنه و این سازمان ITUR شما میتونین که از اینی وبسایت برین معلومات بیشتر دریافت کنین که یک سازمان بین‌المللی هست که راجع به رادیو کامیونیکیشن استاندارد سازی کرده و تمام اسپکترم یا تیپ فرکانسی که برای مخابرات استفاده میشه کلا استاندارد شده توسط این سازمان که کل کشورها مجبور است از این استفاده کنه. پس این سازمان
مشخص میکنه که کدام فرکانس به کدام منظور استفاده شود و همه از اینها کل دنیا را زمانی که بخوای مدیریت کنه به 3 ریجین یا 3 ناحیه تقسیم بندی کرده. همین کل محدوده کره زمینه که بخوای مدیریت کنه و قواعد سازی کنه، اینا 3 ناحیه ساخته که 3 ناحیه هر کدامش در محدوده خودش میره و اصلا مدیریت و همون کشورها را تحت کنترل داره. ناحیه اول کشورهای اروپایی و افریقایی به می ترتیب شمال آسیا را شامل میشه. ناحیه دوم امریکای شمالی و جنوبی میشه و ناحیه سوم هم آسیای جنوبی و به می ترتیب قاره استرالیا میشه. پس اینی به 3 ناحیه تقسیم شده تا بتونه که کل مثلا کشورها را بتونه فرکانس ها و قواعد و قانونش مدیریت و نظارت داشته باشه. خب به خاطر مدیریت جهانی تا یک کشور با کشور دیگه تداخل ایجاد نکنه یا اینترفرنس نکنه، پس این سازمان باید به طور جهانی مدیریت کنه و کشورها میره از این پیروی میکنن تا ای که مثلا متداخل ایجاد نشوه. همچنان استفاده از باندها، از امی باندهایی که استفاده میکنه و این باندها را به اصطلاح مجوز ساخته، یعنی هر کسی که بخواد از یک باند خاص استفاده کنه این سازمان ها او را به اصطلاح مدیریت کرده تا بره به اصطلاح جواز بگیره. یعنی هر کسی که بخواد در یک فرکانس خاص فعالیت داشته باشه باید جواز بگیره و این دلیلی که جواز میگیره این خوبی را داره و این کمک میکنه که به یک منظور خاصی که استفاده میکنه به خاطر از که تداخل ایجاد نشه و کسی دیگه ایده او فرکانس فعالیت نکنه، از او خاطر میتونه خیلی کمک کنه تا به یک منظور خاص بتونه بدون تداخل فعالیت داشته باشه. و هر پدیده ای که از سیگنال های بیسیم استفاده میکنه، امروزه ما شما میفهمیم که IoT اینترنت آف تینگ همه اشیا به اینترنت وصل میشه، پس همه اشیا از یک فرکانس باید استفاده کنه، همه اشیا باید به شبکه وصل شود، یعنی دسترسی به اینترنت داشته باشه. پس امی هر شیء که از شبکه استفاده میکنه اکثرا بیسیم استفاده میکنه، پس اینا باید تنظیم شود که دستگاه ها از کدام فرکانس استفاده کنه تا که تداخلات ایجاد نشه. پس همه ای کارها که چه مقدار توان مصرف کنه، امو پدیده جدیدی که میخواد شبکه بیسیم استفاده کنه چه مقدار توان میخواد استفاده کنه، از کدام منابع از کدام سورس ها استفاده کنه، همه از اینها توسط همین سازمان ها چه شده لیمیت شده و محدود شده که از او قواعد باید بیرون استفاده نکنه. خب پس نیاز هست که هر کسی که از هر بخشی میخواد استفاده کنه باید لیسنس یا جواز امو فرکانس باید داشته باشه تا که کسی دیگه از او فرکانس استفاده نکنه. پس نیاز به این داره که باندها باید مجوز برش داده شود، یعنی باید هر کسی بخواد از بخشی استفاده کنه از بخشی از فرکانس باید به خاطر از اینکه تداخلات کاهش پیدا کنه اینا باید برای جواز بگیرن و این جواز هم که گفتیم کمک میکنه که تداخلات انجام نشوه و بدون کدام تداخل بتونه فعالیت کنه. در هر کشوری که بخواد کسی در شبکه‌های بیسیم فعالیت کنه در یک بخش خاص باید بره از امو اداره مربوطه از امو کشور به اصطلاح درخواست بده و جواز بگیره تا اینکه فعالیت داشته باشه. اما سازمانی ITUR بعضی از فرکانس ها را مشخص کرده که این فرکانس ها نیاز به جواز نداره و میتونه محلی در امون محدوده فعالیت کنه بدون
جواز و ایران نیاز دیدند چون تداخلات ایجاد نمیکنه امی محدودش کوچکتر هست و این باندها را به نام ISM نامگذاری کردن Industrial, Scientific and Medical. این سه ساحه، این سه محدوده که به نام ISM نامگذاری شده معمولا دو بخش شامل میشن که این دو بخش از 2.4 گیگاهرتز تا به 2.5 گیگاهرتز و به می ترتیب 5.725 تا به 5.825 گیگاهرتز. این دوتا کانال که هست مربوط به باندهای ISM میشه که فری لیسنس هست، نیاز به جواز نداره و در این ناحیه ها میتونن که بدون جواز هم فعالیت کنه. به طور مثال ما شما اکسس پوینت هایی رو که در پانتون ها استفاده میکنیم، در شفاخانه ها و دیگر اماکن عمومی، این ناحیه ها نیاز به جواز نداره و این دستگاه ها استاندارد ساخته شده و میتونه که از همین دو باند فرکانس استفاده کنه بدون جواز. خب پس این دوتا باند ما گفتیم که نیاز به جواز نداره و همه جا در دسترس هست، هر کسی میتونه از اینها استفاده کنه. اما مشکل دوتا باندم بالاخره بعضی نواقصایی هم داره که آسیب پذیری از تداخلات داره، این خالی از تداخل نیست، چون ممکن از یک فرکانسی که ما استفاده میکنیم نزدیک به اون فرکانس ممکن همسایگی ما استفاده کنه، پس یک مقدار تداخلات و مشکلات را بر ما شما بار میاره که میتونه از جمله نواقصایش باشه. و از این باندها اکثرا ما برای شبکه های لن استفاده میکنیم و در شبکه های لن ما فرکانس هایی که ما در شبکه های لن استفاده میکنیم کلن باند های ISM هست که نیاز به جواز نداره، اما مشکلات های اوورلپینگ خود داره. زمانی که ما در یک فرکانس نشرات میکنیم ممکن فرکانس های همسایگی و همجوار ما بالای سیگنال های ما ممکن تداخل ایجاد کنه، اوورلپ کنه یا همپوشانی داشته باشه، یا ممکن سیگنال های ما سیگنال های همسایگی ما شما را همپوشانی داشته باشه و تخریب کنه. بعضی از سازمان ها هستن که به اصطلاح استاندارد سازی میکنه، قانون سازی میکنه و این قوانین بعد از اینکه استاندارد شد توسط شرکت های تولیدی اعمال میشه و این شرکت های تولیدی وسایلی را که تولید میکنه، اکسس پوینت، آنتن ها و تمام تجهیزاتی که شبکه های بیسیم استفاده میکنه با استفاده از اینمی استاندارد هایی که این شرکت ها استاندارد سازی میکنه اونا پیروی میکنه و می دستگاه ها را تولید میکنه. FCC یکی از سازمان های استانداردسازی هست که این سازمان استانداردسازی قواعد میسازه و مشخص میکنه که کدام فرکانس به کدام منظور استفاده شود که FCC مخفف Federal Communications Commission، یعنی یک کمیته از مخابرات فدرال امریکا بوده که در سال 1993 ایجاد شد و هدفش امی بوده که کانال ها و فرکانس های رادیویی را چکار کنه، استاندارد بسازه و تنظیم کنه و همچنان توان انرژی که یک ترانسمیتر ارسال میکنه مواردهایی هست که توسط سازمان استاندارد شده. امی FCC در کشور امریکا قواعد سازی میکنه و قانون سازی میکنه، اما اکثر کشورها از امی قواعد FCC پیروی میکنه که ممکن شما تجهیزات در پشت سرش ببینید که از کدام استاندارد پیروی میکنه. میتونه خیلی از کشورها از استاندارد FCC هم پیروی کنه. FCC دو تا باند برای بدون لیسنس در نظر گرفته که ما پیشتر هم گفتیم باندهای ISM، باندهایی که نیاز به
لیسانس نداره. FCC مشخص کرده یکی ISM هست که 2.4 گفته و به می ترتیب باندی 5 گیگاهرتز به نام یونی میشناسه و این 5 گیگاهرتز به می ترتیب 2.4. پس اینمی دو تا باند هست که نیاز به لیسانس نداره و از این ما شما میتونیم که در شبکه‌های محلی از استفاده کنیم. خب باندهای کانال‌هایی که ما از اون میتونیم در شبکه‌های بیسیم استفاده کنیم، در حقیقت شبکه ISM که هست دارای 11 تا باند داره، 11 تا کانال داره. در کل رادیو فرکانسی ما میتونیم از 11 تا کانال یا فرکانسی های مختلف ISM بدون نیاز به جواز استفاده کنیم که در محدوده 2.4 گیگاهرتز است و توسط IEEE 802.11 و اصطلاح استاندارد استفاده شده و استاندارد شده و تجهیزاتی که تولید شده اینمی استاندارد استفاده میکنه که از رنج 2.4 گیگاهرتز فرکانس نشرات داره و میتونه سیگنال دریافت کنه و ما شما میتونیم در شبکه‌های وایرلس لن از او استفاده کنیم. همچنان ما میتونیم از باندی یونی هم استفاده کنیم که 5 گیگاهرتز است. شما در اینجا میبینید 2.4 گیگاهرتز الی 2.5 گیگاهرتز که 100 میگاهرتز پهنای باندش هست و مربوط به ISM هست. به می ترتیب 5.15 5.25 100 میگاهرتز اما باندویتش میشه که کانال اولی یونی هست و به می ترتیب چنل دومی یونی را داریم که 5.25 الی 5.35 هست و 5.47 الی 5.725 گیگاهرتز میشه که باند اکستندد و باند سیوم یونی را شما میبینید که این باندها فری هست، نیاز به لیسانس نداره و ما میتونیم از این بدون لیسانس در مواردهای ساینتیفیک و صنعتی و همچنان صحی از این استفاده کنیم. چه خوبی ها را داره این باندها؟ از جمله خوبی هایش ما میتونیم بگیم که نیاز به جواز نداره و هر کسی میتونه که از این استفاده کنه، لیسانس فری هست و به می ترتیب نیاز به این نداره که ما شما بریم یک تعداد تجهیزات خاصی که FCC او را استاندارد کرده خریداری کنیم و او را بابت از او پول پرداخت کنیم. یعنی هزینه های اضافی نه بابت لیسانس و نه بابت تجهیزات خاصی که FCC استاندارد کرده باشه ما بریم او را بخریم و فعال بسازیم، اینستالش کنیم، از استفاده کنیم. پس این از جمله مزایاش میتونه باشه. از جمله نواقص از این میتونه ای باشه که نه تنها ما بلکه هر کسی میتونه از این باندها استفاده کنه، باندهای مشترک هست، هر کسی میتونه استفاده کنه. احتمال از این زیاد میره که ما بتونه میره به اصطلاح اوورلپ داشته باشیم، اینترفرنس داشته باشیم و در حقیقت این باندویت اویلیبل هست و چیزی که ما به یک هدف خاصی از او در شبکه وایرلس لن استفاده میکنیم ممکن تداخلاتی هم در این محیط ما داشته باشیم و درگیری ما به تداخل و باندویت هست که ممکن همیشه اویلیبل ما نتونیم اون مقدار باندویتی که مد نظر ما هست همیشه در دسترس باشه، همیشه اویلیبل باشه و همچنان این تداخلاتی هست که میتونه برای ما شما مشکل ایجاد کنه. سازمان FCC آمدن به خاطر از اینکه جلوگیری کنه تا تشعشعات بیشتر و انرژی را زیادتر ضایع نشه و یا انرژی های بالاتر مصرف نکنه دستگاه ها، اینا آمدن چیکار کردن؟ گفتن که تجهیزات دو طرف باید از کنکتورهای غیر استاندارد استفاده نشوه
و هر دو جهت باید از عین فرستنده و دریافت کننده هر دو باید از عین وندورها استفاده کنند، یعنی کنکتورهای استانداردی از عین شرکت استفاده کنند. یعنی فرستنده و دریافت کننده گفته از عین شرکت استفاده کنند تا اینکه تشعشعات اضافی جلوگیری شود و از مکس کردن یا استفاده تجهیزات را از وندورها یا شرکت‌های مختلف یکجا گفته استفاده نکنند تا اینکه انرژی را به شکل مؤثر استفاده شود. و دستگاه های سیسکو از کنکتوری که استفاده میکنه به نام TNC یاد میشه که این شکلش هم هست. تریدینل کانسلمن هست که این کنکتورها را هر دو جهت دریافت کننده و فرستنده استفاده میکنه که اینجا اکثرا به خاطر از که انرژی کمتر ضایع شوه و به شکل مؤثر استفاده شوه، FCC گفته که بهتر است که تجهیزات از یک شرکت استفاده شود، یعنی یکسان باشه. خب موارد استفاده شبکه‌های بیسیم در شبکه‌های در خانه یا محیط داخلی و محیط بیرونی چگونه هست؟ FCC گفته که کانال اول یونی که از 5.15 الی 5.25 اموی یونی یک هست میتونه فقط به منظور استفاده داخلی از استفاده شود، اما دیگر باندهای از زیر گفتم میتونن که داخلی هم استفاده کنیم بیرونی استفاده کنیم. من مثلا 5.725 الی 5.825 میتونه که در محیط های داخلی و بیرونی استفاده شود. معمولا همون باند آخر از را گفتن که ترجیحاً بیرون استفاده شود بهتر هست. اما باندهای ISM که از رنج 2.4 گیگاهرتز استفاده میکنه میتونه که در محیط داخلی استفاده شود، میتونه محیط بیرونی استفاده شود. چیزی که اینجا به اصطلاح ترانسمیتر مقدار توانش را محدود کرده، در محیط های داخلی از 30 تا 300 میلی وات معمولا دستگاه ها ترانسمیترها استفاده میکنه، یعنی کمتر از 1 وات برای محیط های داخلی میتونه توان انرژی را استفاده کنند. اینجا شما یونی یک میبینین که مختص به ایندور هست و از 50 میلی وات در محدوده 50 میلی وات میتونه که توان انرژی مصرف کنه و یونی دو را میتونم ایندور و اوتدور استفاده کنیم. یونی دو اکستندد هم به می ترتیب و یونی 3 که هست میتونیم ما شما معمولا ترجیحاً گفته در محیط بیرونی اما بعضا گفته در محیط داخلی هم میتونیم از این استفاده کنیم که از باند 5 گیگاهرتز است که ما به اصطلاح گفتیم که FCC به نام یونی استاندارد کرده. همینطوره که گفتیم باندهای ISM که از رنج 2.4 استفاده میکنه و باندهای یونی انلیسنسی که از 5 گیگاهرتز استفاده میکنه، اینا اینترفرنس یا تداخلات ترانسمیترهای اطراف خود میتونن متحمل شوند، یعنی یکی از نواقصهایش بود که ما پیشتر اشاره کردیم. چیزی که در اینجا خیلی مهم هست است که ما در شبکه‌های بیسیم زمانی که از این رنج ها استفاده میکنیم، مثلا یونی دو و یونی دو اکستندد باندهایی هستند که بدون لیسنس ما از استفاده میکنیم. در نقاط و ساحاتی که ما از استفاده میکنیم، زمانی که فرکانس های نظامی، فرکانس هایی که امنیتی و یا به اصطلاح فرکانس های دولتی هست نشرات داشته باشه، باید ما فوراً از انتشار سیگنال یا از فعالیت در همون فرکانس ها خودداری کنیم و دور رنج فعالیت نکنیم تا ای که سیگنال های مهم دولتی را ما تخریب نکنیم، به خاطری که اینمی کار ما خود ما دستی ممکن تشخیص دادن ندانیم. پس یکی از تکنیک های دیگه که توسط FCC استاندارد شده DFS هست.
DFS در حقیقت به شکل اتومات داینامیک فرکانسی سلکشن یکی از فیچرها، یکی از ویژگی هایی هست که دستگاه ها امروزه اکثرا این را سپورت میکنه و زمانی که ما میخوایم یک نشرات رادیو داشته باشیم اتومات DFS تشخیص میده که آیا اطراف ما از کدام کانال استفاده میکنه، از کدام باند استفاده میکنه تا او باند استفاده نکنه. پس DFS معمولا هر جایی که شما استفاده کنین کوشش کنین DFS دانه خاموش نسازین، DFS باند روشن باشه تا اینکه تشخیص بده که کدام کانال ها توسط همسایه استفاده میشه و کانال را استفاده کنه تا اینکه اوورلپ یا اینترفرنس ما کمتر باشه. خب بحث خود همینجا خاتمه میتیم. ادامه بحث جلسه بعد از سازمانی دیگه ای که به نام آفیس آف کامیونیکیشن هست ادامه میتیم. انشالله که درس درست متوجه شده باشین. بار بار ویدیو را تکرار کنین، بخونین، هر جایی که سوال بود میتونین سوال کنین و در سیستم میتونین سوال کنین، انشالله جواب دریافت میکنین. موفق باشین. خدا حافظ.